مامان تو شب عروسی هم ول نمیکنه، شورشو در آورده. من که اینطوری نمیتونم کار تو رو شروع کنم. آخه میدونی چیه بهار جون، شوهرم برداشته عکس لباس عروس و واسه مادرش فرستاده. چی بگه خوبه؟ میگه چرا اینقدر ساده است، چرا پرکار نیست. فقط این نیستش که اومدی تو خونه من جهیزیه منو میبینی، به جایی که تبریک بگی میگی میز ناخوری چرا اونجاست، فرش چرا اینقدر روشنه. قشنگی کاری کرده من دیگه هیچ چیز جهیزیه‌مو دوست نداشته باشم. داستان قورباغه برنده رو شنیدی؟ یه روز چند تا قورباغه مسابقه گذاشتن تا از یه آبشار خیلی بلند و خروشان بالا برن. اول همه پر انرژی شروع کردن، اما یکی دو تا پایین افتادن. صدای تماشاگرها بالا رفت. ول کنین، کشته میشین، میافتین. قورباغه ها یکی یکی برگشتن، اما یه قورباغه کوچولو همینطوری ادامه میداد و بالا و بالاتر میرفت. با اینکه همه داد میزدن برگرد، نمیشه، اون رفت تا رسید به قله. وقتی برگشت پایین، همه پرسیدن چطور تونستی موفق بشی. تازه اونجا بود که فهمیدن اون قورباغه ناشنوا بوده، هیچ صدای منفی رو نمیشنیده، فقط به خودش اعتماد داشته. میبینی عزیزم، باید یه وقتی مثل همین قورباغه کوچولو ناشنوا باشی. حالا بلند شو خودتو تو آینه ببین. وای بهار جون چقدر خوشگل شدم. مهم اینه که همه چیز اونجوری باشه که خودت دوست داری. امشب شب توئه، قراره با این لباس و میکاپ بدرخشی.